در کارخانه کارکرد گاز ولایت امور روسیه از صبح امروز به واکسین زنی کارمندان که اکثریت مهاجرانند شروع نمودند. کاربران رادیو آزادی با فرستادن نوار گفتند واکسن ضد بیماری کووید 19 برای خواهشمندان از حساب کارخانه گذرانیده می شود. هم را رایگان واکسن دادستان، هم بچه‌های تاجیک و ازبک، قرغیز، ترک. یعنی کارمندان کارخانه مذکور شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و ترکیه برای این واکسن پول خرج نمی کنند. تنها خود را نامنویس کرده و رازگیشان را برای واکسن زنی می دهند. روسیه روز 11 اوگوست اعلان کرد که واکسن ضد کووید 19 را رسما ثبت کرده است، ولی یک عده پژوهشگران به کارآمد بودن آن شبهه دارند. حالا ده ها مرکز تحقیقاتی در جهان بیش از 100 واکسن را آزمایش می کنند.